درود میفرستم به همگی. امیدوارم که همگی سالم و سلامت باشین. 12 روزی که به اندازه 120 سال طول کشید، پر از استرس، از عمر واقعا تک تک همه کم کرد. زمانی که اسم جنگ میاد تن و بدن آدم واقعا میلرزه، مثل هواپیما میمونه. موقعی که مسافرها توی هواپیما نشستن و هواپیما یک نقص فنی داره، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه انجام بده. جنگ هم همین جوریه، یعنی نمیتونیم پیش بینی کنیم که الان چه اتفاقی میخواد بیفته و اصلا همه در جایی که هستیم ایمن هست یا نه. ویدیوهایی رو که از قبل برنامه داده بودم بهشون که روزای شنبه ساعت 12 ظهر آپلود بشه، همه برنامه‌شون از زمانشون انداختم عقب. از بعد از این ویدیو دیگه ویدیو به روال قبلی خودشون برمیگرده و مصاحبه ها و ویدیوهایی که قبلا درست کرده بودم دوباره بهشون زمان میدم تا از شنبه‌های بعدی به همون روال گذشته ادامه پیدا بکنه. امیدوارم که همیشه خبرهای خوب از ایران بشنوم، از مردم ایران بشنوم. امیدوارم که صلح و آرامش که خب هممون میدونیم که در شرطش چیه، امیدوارم زودتر مردم بهش برسن. این ویدیو یه مقدار میخوام راجع به این که چجور داستان این بمب اتم و اورانیوم و سانتریفوژ که اینقدر شنیدیم چیه، اینا رو توی راه براتون توضیح میدم. سعی میکنم روش ویدیوهای از این زمینم با تصویر بهتون نشونم که قشنگ مشخص بشه. بعد آقای افشین لطف کرده بودن قبل از این دوران جنگ و اینا ویدیوی فرستادن در مورد این که اگه زمانی دزد به شما زد، به عنوان مثال بنده خودمون خانمی که گوشی موبایلش رو دزد اومده بود ببره، مقاومت کرده بود و متاسفانه به قیمت جونش تموم شده بود. راجع به این مورد هم می‌خوایم صحبت بکنیم، یعنی آقای افشین میخواد براتون صحبت بکنه. با هم دیگه راه بیافتیم، من براتون توی راه صحبت بکنم. خیلی میشنویم راجع به این سانتریفیوژ ها، اورانیوم 60%، اورانیوم غنی شده، راجع به اینا خیلی میشنویم. بریم ببینیم مثلا داستان از چه قراره. واقعا ایران چقدر به این بمب هسته‌ای نزدیکه و اصلا داستان از چه قرار هستش. من براتون ویدیو نشون میدم و روی اون ویدیو براتون اون دستگاه سانتریفیوژ و اورانیوم و اصلا داستان از اورانیوم چیه، لوله های فلزی چرخان و جنگ هسته‌ای. هفته پیش اسرائیل و آمریکا حملات رو به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دادن و تعدادی از دانشمندان هسته‌ای هم کشته شدن و زیرساخت‌ها یا تا حدودی یا کامل از بین رفت. غنیسازی اورانیوم چیه؟ اورانیومی که از معادن استخراج میشه تقریبا به طور کامل اورانیوم 238 اما چیزی که اهمیت داره اورانیوم 235. اورانیوم 235 میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌ها استفاده بشه یا برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای. برای نیروگاه‌های برق غنیسازی بین 3 تا 5% کافیه، ولی برای ساخت بمب غنیسازی باید حداقل 20% باشه و معمولاً هم تا 90% میرسه که بهش میگن درجه تسلیحاتی. غنیسازی یعنی افزایش درصد اورانیوم 235 و حذف اورانیوم 238. روش رایج امروزی استفاده از سانتریفیوژ هاست برای اینکه بتونن اورانیوم غنیسازی بکنن. در دستگاه سانتریفیوژ گاز اورانیوم با سرعت 70,000 دور در دقیقه میچرخه و اورانیوم 238 به لبه ها میره و اورانیوم 235 به مرکز میمونه و این فرایند بارها و بارها تکرار میشه تا درصد اورانیوم 235 افزایش پیدا میکنه. ایران دقیقاً همین روش رو در تأسیسات نطنز و فردو استفاده میکنه. ایران میگه برنامه‌اش صلح‌آمیزه برای برق و دارو، اما مشکل اینجاست که ایران اورانیوم تا سطح 60% غنیسازی کرده و این تنها یک گام فنی تا رسیدن به درجه تسلیحاتی است. 3 سایت کلیدی هسته‌ای ایران، نطنز، فردو و اصفهان. نطنز و فردو مراکز غنیسازی و اصفهان محل فراوری اورانیوم خامه. در واقع غنیسازی 60% از این جهت نگران کننده است که هر درصد اضافه از اورانیوم 235 ایران رو یک قدم به بمب هسته‌ای نزدیکتر می‌کنه. خب در واقع همین علمی که میتونه شهرها رو روشن کنه، به مردم کمک کنه، همون علم میتونه باعث ویرانی بشه. و در واقع یه پارادوکسه که در قلب یکی از بحرانی ترین مسائل ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفته. امیدوارم که این توضیحات اگه کسایی که باشن و که در این زمینه هیچ گونه اطلاعاتی نداشتن یا اطلاعاتشون کم بوده، یه مقدار این اطلاعات بهشون کمک کرده باشه. بریم سراغ ویدیوی آقای افشین عزیز که برامون فرستاده بودن در مورد ببخشید این که اگه دزد بزنه، یعنی اگه کسی بخواد بیاد وسیله از شما رو ببره، چه عکس العملی رو باید انجام بده. مثلا در آمریکای شمالی، در همین کانادا، این قانونی که گذاشتن داستانش چیه؟ ماشینه قرار بزنه نزدیک بزنه به یک ماشینه.
بریم ببینیم آقای افشین چی برامون میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که هیچ وقت برای کسی همچین داستانه پیش نیاد، ولی اگه پیش اومد خیلی خوبه که آدم اطلاع داشته باشه. با عرض سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. منم افشین هستم با یه ویدیو متفاوت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که این ویدیو مفید واقع باشه و من در این ویدیو نظرات خودم رو میگم و این قانون یا فکت نیستش. البته شما میتونید نظراتتون در کامنت ها بگید. امیدوارم که همه استفاده ببرید. اگر با خبر باشید در چند هفته اخیر یه خبر خیلی تلخ و بدی در اخبار وایرال شد و اونم به قتل رسیدن خانوم الهه حسینی نژاد بود که توسط یه قاتل بیرحم روانی انجام شده بود. از این قضیه خیلی ناراحت شدم و متأثر شدم و امیدوارم که همچین چیزی برای کسی اتفاق نیفته. واقعا سنگین و تلخه و همه انشالله در صحت و سلامت به سر ببرن. ولی از این قضیه میشه به قول معروف یه درس عبرتی گرفت و از تجربه استفاده کرد و اونم اینه که ببینید دوستان، در آمریکای شمالی حداقل من میدونم در کانادا یا آمریکا به این صورت هستش که اگر کسی برای سرقت اموال شما به شما حمله کرد، متوجه هست مثلا میخواست که ماشینتون رو ببره، کیفتون رو بقاپه، نمیدونم تلفنتون رو بزنه، فلان چیزا، شما مطلقاً اجازه ندارید که مقاومت کنید یا عکس العمل نشون بدید، چون ممکنه این مقاومت جون خود شما یا اطرافیان شما رو به خطر بندازه. متوجه هستید؟ اینی که الان چند وقت پیش 3-4 ماه پیش پلیس تورنتو یه اعلامیه ای داد، گفتش چون سرقت ماشین زیاد شده، اگر کسی به عنوان سرقت ماشین شما به شما حمله کرد، شما هیچ مقاومتی نکنید، سوئیچ رو راحت در اختیارش بذارید و بذارید کارشو بکنه، ماشین رو ببره. یا حتی اگر تو خونه بودید اومدن تو خونه بخواستن ماشین رو سرقت کنن یا خونه رو سرقت کنن، در اختیارشون بذارید که بذارید کارشون بکنن برن. یعنی شما مقاومتی نکنید مگر اینکه جونتون به خطر بیفته و اونم در حالتیه که شما مقاومت بکنید و بخواید عکس العمل نشون بدید. وگرنه اگر دزدی اومده باشه اون فقط قصدش دزدیه، یه چیزی رو برداره بدزده ببره، ماشینی، طلایی، جواهری، فرشی، فلان، شما بذارید ببرید. متوجه هستید؟ یعنی عکس العملی نشون ندید، به خاطر اینکه این موجب میشه که جون خودتون یا اطرافیانتون به خطر بیفته. بعد از این قضیه شما بایستی یه جوری این بحران رو مدیریت کنید که سعی و سالم از این قضیه بیایید بیرون. بعدا میتونید خب برید حالا مثلا خب شکایت کنید، حالا دوربینی دارید، فلانی دارید، ساری دارید، مثلا قضیه رو بندازید تو دور قانونی. حدود 1.5 سال پیش بود که یه پمپ بنزینی در تورنتو یه وانتی اومده بود، بنزین زده بود و میخواست که پول بنزین رو نده و فرار کنه و اون متصدی پمپ بنزین یه خانمی بوده، اومده بیرون و مقاومت کرده و آویزون پشت مثلا که وانت طرف شده و اینم پاشو گذاشته رو گاز رفته و این خانم پرت شده و بنده خدا جونشو از دست داده به خاطر حالا $40 $50 پول بنزین. بعد پلیس اومد یه اعلامیه‌ای داد که در همچین حالتی اصلا هیچ کس نمیتونه، نباید مقاومت نشون بده. شما بیمه داری، میتونی از طریق بیمه اقدام کنی، دوربین داری، ما میتونیم نمیدونم شماره‌شو برداریم، نوع ماشینشو برداریم، بعداً قضیه رو با دنبال کنیم. ولی این خانم مثلا این کارو نکرده، به خاطر $40-50 $60 پول بنزین بنده خدا جونشو از دست داد. در همین قضیه خانم حسینی نژاد این قضیه میتونست خیلی راحت ختم به خیر باشه، ولی که متاسفانه اینجور نشد. یعنی ایشون رو برداشتن بردن بیرون شهر. ببینید مثلا یه آدمی گردن کلوف، چاقو به دست، دیوانه، شب بیرون از شهر، خب شما رو خفت کرده، خب شما تلفن رو بده بره، حالا 100 میلیون، 200 میلیون، 500 میلیون،
هیچ کدوم از اینا ارزش جون شما رو نداره. متوجه هستی؟ اینه که در اون لحظه طرف فقط اینه که قصدش اینه که اون چیز رو بدوزه و بره و فرار کنه از صحنه. اینه که اگر شما یه همچین همکاری باش بکنید، سالم از این قضیه بیاد بیرون، این خودش یه هنره. اگه بخواید که مقاومت کنید به خاطر هر چیزی، حالا مثلا گردنبند طلاییه، نمیدونم گوشیه، فلان، این چیزا، خب 100% آسیب میبینید. طرف که به قول معروف در اون حالت نمیتونه که فکر درست حسابی داشته باشه، نمیتونه دقیق تعادل روانی نداره، که اینی که ممکنه ضربه و آسیبی به شما بزنه که جبران ناپذیر باشه. در همین قضیه خانم حسین نژاد یه همچین قضیه اتفاق افتاده دیگه. اگر مثلا ما میدونستیم که مثلا آخر قضیه اینجوری میشه 10 تا تلفن به طرف میدادیم، گفت آقا بعد برو این کیف من بعد ببر، این طلایی تو گردن من بعد ببر، به من کاری نداشته باش. متوجه هستی؟ ولی وقتی که مثلا رگ غیرت ما باد میکنه و مثلا میخوایم به قول معروف که خودمون از خودمون دفاع بکنیم و بخوایم قانون رو اجرا بکنیم و اینجور چیزا، خب متاسفانه حادثه‌های تلخی اتفاق میفته. وگرنه حالا چه ایران، چه آمریکا، چه کانادا، چه حالا هر جای دیگه، مملکت پلیس داره، قانون داره، شما میتونید بعداً خود شکایت کنید. همینجوری که الان کلی از این کیف قاپا و تلفن قاپا رو از طریق دوربین این چیزا که شناسایی گرفتن، خب اونم که شناسایی میکردن که میگرفتن دیگه. احتیاجی به مقاومت نبود که جون یه طفل معصوم این وسط از بین بره فقط به خاطر مثلا، حالا من میگم مال دنیا. متوجه هستی؟ اینی که در این لحظه های بحرانیه که واقعا باید بهترین عکس العمل رو داشته باشیم و از اون بحران سالم بیرون بیایم و بتونیم قضیه رو مدیریت کنیم. میدونم خیلی سخته در اون لحظه، ولی مثلا من خود من اگه مثلا خب خیلی جاها هست مثلا شب میرم میخوابم توی ماشین، مثلا خب خیلی خطرناکه، شب تاریک فلانه، اگه کسی بیاد مثلا که شیشه ماشین رو بخواد بشکنه، بخواد نمیدونم که سرقتی از تو ماشین بکنه، ماشین رو ببره، اصلا من میگم آقا ماشین رو ببر، همه چی هم ببر، کیف و ساک و کردیت کارت و ماشین و بارش و همه رو ببر، به من کاری نداشته باش، میرم بیرون ماشین با میسن، تو هر کاری خاصی بکن. چون همه این چیزا به قول معروف جبران پذیره، ولی اون چیزی که جبران پذیر نیست جون آدمی زاده و باید در این لحظه است که بتونیم واقعا تصمیم درست رو بگیریم و از اون به قول معروف حادثه جون سالم به در ببریم. چون طرف که دزده، حالا چه به قول معروف که سابقه دار باشه، سابقه دار نه، اون چیزی برای از دست دادن نداره، ولی ما حداقل جونمون این وسط هست که ممکنه از دست بره یا یه آسیبی ببینیم که تا آخر عمر گرفتارش میشیم. متوجه هستیم؟ اینی که در این حادثه تلخ واقعا آدم باید یه تجربه‌ای پیدا بکنه و به دوستانش انتقال بده که در این دنیای ناامن واقعا که چجوری رفتار کنه. اگر شما ببینید در این ویدیوهایی که از خارج از کشور میاد، مثلا دزدا رفتن توی فروشگاه‌های گرون قیمت دارن نمیدونم همه ویترین و فلان این چیزا رو جارو میکنن میبرن، همه وایسادن دارن نگاه میکنن، هیچکس نمیره جلو. به خاطر چی نمیره جلو؟ چون وظیفه‌ش نیست. میگه این فواج مثلا $1000 جنس، $10,000 جنس، $50,000 جنس، ولی من برم جلو یه چاقو بخورم، یه تیر بخورم، یه فلان بخورم، مثلا این جبران ناپذیره. اینی که اصلا همه وایسادن با خونسردی با تلفن‌هاشون دارن فیلم میگیرن و طرف هم داره همه رو جمع میکنه میریزه تو ساک و برداره ببره. اینی که واقعا باید ببینیم که در اون لحظه چی ارزش داره چی ارزش نداره. خلاصه خواستم که حرفامو با شما به اشتراک بذارم، دوست دارم نظر شما رو بدونم. امیدوارم که این چیزا برای هیچ کس اتفاق نیفته و چنین تجربه های تلخی نداشته باشه. قربان شما، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.